آنتن‌های ارسال امواج رادیویی که امواج AM ارسال میکنن خیلی خطرناکن. تو این آنتن‌ها از کل بدنه برج فلزی به عنوان آنتن استفاده میشه و جریان الکتریکی زیادی در کل بدنه در جریانه و دست دادن بهش خیلی خطرناکه. نکته جالب در مورد جریان الکتریسیته که تو این آنتن‌ها در جریان اینه که اطلاعات صوتی که در حال ارسال هستن تو این جریان وجود داره و اگه هر طوری بشه کاری کرد که هوای اطراف این جریان رو متناسب باهاش به ارتعاش درآورد، صدایی که داره منتقل میکنه رو میتونید بشنوید. اینجا با یک قوس الکتریکی که بین آنتن و یک سیم دیگه ایجاد میشه میتونید صدای رادیو رو بشنوید. فیزیک خیلی باحاله، نه؟